بله. بله خیلی خوب. و بعضی ها میگویند که علم میگویند فقط علم شرعی است و بعضی دیگر میگویند که علم میگویند اما علم دنیوی هم هست. یا علم دنیوی و علم شرعی دو چیزی علاهیده به علاهیده است یا اینکه هر دو یک است؟ بله، علم ها به دو قسم تقسیم میشه، علم های دینی و علم های دنیوی. ولی علم دنیوی هم علم است، برای آنکه هر دو از جانب الله سبحانه و تعالی نازل شده است. هر دو علم های سماوی هست. علم دنیوی خدمت کننده علم دین است. هر کس که علم دنیوی را برخوردار است میتواند که به آسانی به علم دینی نیز نائل شود. این درست است؟ یگان قاعده یا یگان دلیل در یاد ندارم که کسی علم دنیوی داشته باشه علم دینی براش آسان شد، ولی عکسش هست. کسی مثلا اگر قرآن حفظ کرده باشد علم دنیا براش آسان میشه. لیکن البته کسی علم دنیا هم داشته باشد، البته برای آنکه علم دنیا هم در داخل علم دین است تکرار میشود، فهمی بعضی چیزها براش آسان میشود.